پیش از همه باید گفت که خوشبخت و سرفراز از آن هستیم که در چنین دورانی صاحب استقلالی و در چنین دورانی گل شکوفایی وطن عزیزمان عمر به سر میبریم و در چنین دورانی صاحب استقلالی با دستگیری های بی‌واسطه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، زنان و دختران در جامعه موقع خاص پیدا کردند و در تمام ساحه ها کار و فعالیتی نظررس دارند. ساحه این و ادبیات یکی از آن سمت های می باشد که نقش زنان در رشد آن نظررس می باشد. امروز زنان و دختران تاجیک در برابر رسالت تاریخی خود چی در ساحه علم و فرهنگ و چی در ساحه ورزش و هنر توانستند معرفگر کشور خود باشد. واقعاً غمخواری نسبت به زن مادر این غمخواری نسبت به دولت و ملت می باشد. امروز دانشگاه ملی تاجیکستان نسبت به زنان و بانوان تمام شرایط مساعد را فراهم آورده است و پیوسته آنها را دستگیری می نماید. زن مادر تاجیک سرچشمه علم و دانش، خزینه معرفت، حکمت و توانایی است. من فکر میکنم هر شخص موفقی که در جاده کامیاب گردیده است پیش از همه از مکتب بزرگ مادر خود گذشته است. بعد با دعاهای مادر بزرگوار خود توانسته است به قله های مراد برسد. مادر این نگین جلوه نما، آفتاب عالم آرا، نکهت جان فضا و گوهر جهان نماست. زمین و آسمان از مادران است، حیات جاودان از مادران است. جهان بی مادران روز ندارد، همه روز جهان از مادران است.